با صمیمیتی خاص درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و به برنامه امروزه ما هنرمندان انسمبل شش مقام شهری حصار با نام شمسی حصار معروف است در جمهوری و یکی از انسمبل های موفق نیست است که طی چند سال اخیر با برنامه های خاص خود موقع خاصه پیدا کرده است و هنرمندان جوان نیز به این انسمبل زیاد جلب شدند. یکی از آنها دلنوزه سلطان است، خط کرده دانشکده دعوتی فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترزنزاده. شما را خوش آمدید میگم. حضور شما نیز استاد به برنامه ما نور و صفا آورد. عموما چگونه از کارها در انسمبل؟ کارها خیلی که دیده استودید دخترکوی خیلی هنری خوب داشته رو ما جمع کردیم در اینجا. یکی از آنها دلنوزه سلطان، دلنوزه بانو، یعنی خیلی که دیدیم. چگونه خصوصیت های آوازی دارد و بیشتر به کدام نوع مثلا سرودها آوازش سازگار است؟ دلنوزه بانو بسیار در اکنون چون که جوان است و میل دارد به خواندن سرودهای استرادی. بسیار چون که جوان است میل زیادتر است نسبتا و مقام. اما ما خودی اینو پرسیدیم، ما در همون قصر فرهنگ حصار داریم فعالیت میکند انسمبل استرادی و انسمبل شش مقام است. خودش پرسیدیم که کدام انسمبل شما بیشتر میل دارید؟ گفت که من اونجا خیلی میخوام سرودان رو میخوانم، اما با شش مقام بسیارتر میخوام که چون که شش مقام من بسیارتر خواندنم در کار برای من فایدهش بسیارتر میرسد. شما در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی میرزا ترزنزاده در کدام شعبه تحصیل کرده؟ در دانشگاه صنعت. اونجا بسیار استادا بودن. من اونجا در انسمبل سرودخوانی خلقی بودم. سرودخوانی خلقی. استاد محیدینوف بود. اونجا بسیار چیزا آموختم. چرا آمدید و در مثلا شهری حصار انسمبل شش مقام را انتخاب کردید؟ ذوق داشتم. میخواستم که یاد گیرم. بعد در دانشگاه دیگر ژانرهای البته اونجا بودم. اونجا استاد فرقت سعیدوف درس میدادن، میگفتن که اگر شخصی که مقام را داند او از دوده همه چی میبره. بله بله. خب چقدر پیشروی دارید از روزی که به انسمبل اومدید؟ عموما کدام سرودها را از خود کردید؟ راستی من وقتی آمادگی بودم ذوق داشتم. اونجا سرودای کلاسیکی بود میخواندم. آوازی میخوام که شش مقام زیادتر یاد گیرم. خیلی سرودهای هست شش مقام از این آموختم. تشکر زیاد استاد. و شما با چی دستاویز آمدید به برنامه ما؟ ما رسیدیم که در پیش در آستانه یعنی جشن شش مقام ایستادیم. در برنامه قبلی خیلی که با شما صحبت کرده بودیم سرودکوی خودمون خواندیم و مثل سیاره و آتش است و همین چیزا رو خوانده بودیم و تماشابینان بسیار قبول کردن. این دفعه قرار کردیم که اکنون با همون ژانر مقام یعنی که ما همین چیزا پیشنهاد کنیم. یعنی یک سرود آوردیم. این بسیار استادای بسیاری خواندن، بسیار خودم هم از جوانی خواندگی بودم این سرود گلیزاریم با غزل حافظ. اگر اجازه بدید ما خب بسیار عالی میشد. مرحمت.
جانم وای سروی روانم من اشکان من را تو پرهیز نگارم که من در جستجو یه ز خود فارغ شدم دست ندید از تو نبید مثلش است هر سو ببین یارم یار یار ای جان جان ای حافظم در گوشه میهراب نالد رواست آی یار یار ای جان جان ای حافظم در گوشه میهراب می نالد روا ای ملامت خدا را رو مبین آن رو مبین نگارم بگذارم وی دردش بجانم دردش بجانم وی سروی روانم من اشکان من را تو مریز نگارم تشکر زیاد استاد، اجرای خیلی عالی بود. تشکر. و بسیاری از هنرمندان در رویه ژانر مقام رویه های خاص خود را ایجاد کردند. مثلا استاد اکا شریف جورایف و عبدالله نظری، استاد حسین نصرالدین و چندین هنرمندان موفقی که از تأثیر شش مقام مکتب ساختند و موفق شدند. و در منطقه حصار استاد حسین نصرالدین بسیار تأثیر عمیق دارند برای هنرمندان و شما نیز در اولها در پیروی استاد بسیار ایجاد میکردید. بله، حسین نصرالدینов اکن چی میگن، اون کس یک مکتب خاص خودش داشتند که این مکتب بسیار مشهور شد. بله، بسیار مشهور شد. از همین سبب هم بسیار شاگردای زیاد هم در اطراف اونها پیدا شدند. ما مثل همه حافظایی که تا امروز هستی میکنند، همون سن سالشون بعد از استاد حسین نصرالدین با بدتر اونها خود را شاگرد حسین نصرالدین میگیرند. یک مکتبی که به خودشون خاص بود و با مردم خیلی هم نزدیک بود. برای همین این گم نشد این مکتب. بسیار منطقه ها این نمودی این چی میگن شکل خواندن را بسیار دوست می‌دارند. بخصوص وادی پنجکین، خوجند، کانی بادام، اسفره بسیار میپسندند این چیزا. طرز خواندن همین استادا. برای همینم از این مکتب تمام حافظای حصار برخوردار شدگیند. از آن جمله من هم
خواهی نخواهی از سرودشون رو میخونیم. تاثیر میگذاره. تاثیر میگذارد همیشه. خب با استاد همنشین بودید چیگونه؟ با بسیار همنشین شدیم. که یک انسانی چی میگن با خودشون خاص صحبت داشتن. بسیار خفیه ها میگفتن، بسیار شعر بسیار میدونستن. چون که در یک خونهشان یک کتابخانه مشهور، کتابخانه کلان بود که نادرترین کتاب‌ها در اینجا جمع آورده شده. از هر جایی که میرفتن اون کس می‌ذارگیم از مرکه دیگرها یگان مبلغ بگیرن، اگر این اگر کتاب میدید اگر همون کتاب می آورد. از جای مبلغ به جای پول کتاب می آورد این آدم. برای همین یک کتابخانه اون آدم پر از کتاب‌های نادرترین کتاب‌ها جمع شده گیرند. بله. یعنی خیلی تاثیر عمیق دارن به جوانانی که در همون سالها اون کس مثلا زندگی میکردن، شاگرد داشتن به ایشان. بله. بسیار حالی هم بسیار شاگرداشون هست، حالی هم بسیار میخوانند، بسیار در هر جا فعالیت دارند که با خود چند تا برنامه‌های کنسرتی که از طریق تلویزیون و خودشون در کنسرت ها اشتراک میکردگی هم با شاگردها بسیار سروداشون اجرا کردن. خلاص که گرچند اون کس مکتب موسیقی هم نگذاشته باشند اما مکتب خود حافظی خودشان دارند. و همین ژانر مقام است، مثلا ژانری هست که در دایره معین است، در یک قالب معین است و سرودهای خاص خود را دارد، ولی همین ژانر اونقدر تاثیرگذار شده است به هنرمندان ما که چندین مکتب‌های زیاد را روی کار آورد. در تاجیکستان چندین مکتب‌های روی کار آورد که نه تنها در حدود تاجیکستان معروف شدند، بلکه امروز مثلا از همین مکتب هنرمندانی بیرون از کشور نیز پیروی میکنند. مثلا در ازبکستان زیاد هنرمندانی هستند که از مکتب‌های پیروی میکنند که در تاجیکستان شکل گرفتن، رشد کردن و امروز در کشورهای دیگر هست. شما در مکتب‌های کدام در نظر دارید؟ مثلا استاد اکاشریف جورایف سرودهایشان را چقدر زیاد میخوانند؟ اکنون اکاشریف جورایف و استاد مثلا مکتب استاد حسین نصرالدین زیاد معروف است. چون که استاد حسین نصرالدین فهم با طرفوی چی میگن همسایه دولت ما، کشور ما ازبکستان بسیار سفرهای هنری داشتن، بسیار مرکات تویشون ما دعوت میکنن. اونا چی میگن از اونجا اینا در همون جا هم شاگردی دارن که همین رویه استادو میخونن. ما شاهد حال بودیم در اینجا. درباره اکاشریف جورایف اگر گوییم این کس مکتب خاصی خودشون دارن. این آدم در موسیقی ملت تاجیک سهم ارزنده خود رو گذاشته که تا امروز اکاشریف سروداش از طریق رادیو، از طریق تلویزیون هم میره و صدها مراتب بازخوانی میشه. بله. ما مثل چی میگن خلابندی و مثل دیگراش من خودم درای کمراف خودم یک چند غزلشون با همون طرز خودشون خواندگیم. باز من یک مصرع خونده میتونم. جانا من از فراقت هر لحظه زار گیریم، پیوسته از غمی تویی من دل فگار گیریم. من مثلی من همیخیل آهنگای اکاشریف جورایف میشه تا امروز نمردن، این تا امروز نیست نشدن. آهنگای اصلا پیدا میشن، دو روز عمل میکنن دیگه باید نمیبینین، دیگه نیست میشن. و آهنگای شما رو نیز اجرا میکنن در انسامبل؟ آهنگای منم راست بگم که من در بسیار از طریق تلویزیون هم شنیدم، از همون بعضی مرکه ها، بعضی جشن ها هم آهنگای من اجرا میکنم. میفهمم همیشه که همین آهنگی فلان آدم همین اجرا میکنم و از این راست بگم روح نواز است و از این افتخارم دارم که چی میگن همین آهنگای من اجرا میکنن همین شاگردا یا که آدمایی که من نمیشناسم. تصمیم نگرفتید که همون آهنگایی که ایجاد کردید برای رشته ادوار بدارید؟ همین یک کتابی خاص همه این کتاب تپاتور هم یک کتاب با همون در فعالیت منو باز با طریق ادوار یک قسمش با یک همون آهنگایی که من ایجاد کردم همونا چی میگه همه تپاتور با ادوار تیار شده است با چاپ. یعنی خب بهترین دیدید، خبری خوب است. خب تشکر زیاد و باز چی پیشنهاد میکنید؟ یک از همون نکند یاد با غزل نکهت من در اجرای خسرو جان ما گوش میکنیم. عالی است. مرحمت خسرو، فرمایید.
آشفته زلفی تو ز سنبل نکند یا آشفته زلفی تو ز سنبل نکند یا از شربت و ناب لبا هر کی بنوشد از شربت و ناب لبا هر کی بنوشد در عمر خود است کیفیتی مل نکند یا در عمر خود است کیفیتی مل نکند یا آن را که وصالی تو نصیب از شب و روز آن را که وصالی تو نصیب از شب و روز هرگز با دل است صبر و تحمل نکند یا هرگز با دل است صبر و تحمل نکند یا گوشه کی شنیده است زی من آهی جگر سوز آهی جگر سوز دانم به یقین ناله بلبل نکند یا نکرد به نسیمی سحری از گرفتار نکرد به نسیمی سحری از گرفتار چندان که به صحنی چمن از گل نکند یا چندان که به صحنی چمن از گل نکند یا در عمر خود است کیفیتی مل نکند یا میگن گر مالی پدر خواهی علمی پدر آموز که مالی پدر خرج توان کرد به درست. تشکر زیاد خسرو. خب من میخواستم بدونم که شما در یک محیط موسیقی در یک محیط فرهنگی به رسیدید. عموما خواهشی سرآینده شدن چگونه در دل شما جا شد؟ پدر مجبور کردن یا که الکی همین محیط به شما تاثیر کرد؟ از بس که من در همین ولای صنعتکار با دنیا اومدگیم این چیز ای خوردی در دل من جا گرفته است. چگونه بود؟ پدر دست رو میگرفتن میگفتن این گونه خون از کی شروع کردید با بازخوانی؟ پدر استاد اولین من که هستن که هم دست ما روز کردن هم زندگی با هم صنعت فرهنگ تمام نازکی حیات داد. اساسا استاد یگانه من پدر هستن. من میگم هیچ وقت مثلا خسرو رو به شما و شما رو به خسرو تصور نمیکنم. هر جا که دیدم شما یک جای هستید. یعنی همون عصای پیری همین است معنیش. درست. یک خسرو جان که چقدر که گفتش در همون محیط کلام شده بسیار چی میگن یک عباره واس بسیار برای همه آموختن از من یگان چی گرفتن یا خطیمان بودن بسیار وای بودن بسیار شلخیم بود. همین میخواست همین چیزا
یاد کرد از خود کند و گرچنده که برای مشکلی داشت مرکبی داشت شما که مقام خوندید و در حال از خود من میگفتم که اکنون کم بزرگتر شد کلانتر شد بعد این چیزها رو خواندن ممکن نه این از این چیز دور نمیشد و وارد همه چی بود و خودش در کجایی که میبینیم در ما بیشتر سردامون یعنی که با هم میخونیم هم میخونیم در بسیار مرکه ها در خانه هم مرکه شود اگر بسیار با همون شنونده هم بسیار خواهش میکنن که من هر دوتون یکم سرود خوانیتون و صدای خاص دارد ولی صدایش به شما مانند نیست. نیست. ببینید که مثلا بعضی از هنرمندان وقتی که در یک محیط تربیت می‌یابند در یک مکتب تحصیل میکنن عموما از یک کس بسیار تعلیم میگیرن هم صداشون به اون مانند میشود هم مثلا هنرشان یعنی یک مثل نسخه برداری می شود ولی من در خسرو این چیز رو ندیدم صدایش تماما از صدای شما فرق میکنند یک مثلا خصوصیت های خاصه خود را دارد. درست گپتون برای چی فرق میکند این اکون حاضر مستقل شدگی مستقل یعنی قبلا تقلید میکرد و پیش تقلید میکرد یعنی که من نگاه میکرد من چیکار میکنم در کجا چیکار حاضر خودش استاد شدگی اکون یعنی همین خیلی گیم خودش خود که استاد است همون رویه خود و کار و باری حافظی خودش با طرز خودش با همون اون چیزی که خودش با معقول همون خیلی میخونند اما همون نقش همون خط خودم در وجود این هست و هیچ وقت نمیبرد این میخواهد می نمیخواهد همون کار باری پدر در این هست دیده می شود و این به این علاج ندارد این تا هست دنیا این می شود این میماند. از کدام سرودها سر کردید شما؟ من در خانه چی ها می آموختید؟ ما هم کودکی هم استاد مردم معلومه که ناز میدیم هم سرودای واقعا سر کردیم ولی که خیلی تصورات نداشتم باید همون سرودای استاد که سر کردیم با هم سرودای پدر فقط زمزمه میکنیم. بعدتر کجا تحصیل کرده؟ مکتب موسیقی میراتولا توی ملک صبیرو بودم و اونجا فعالیت سر کردیم. بعدی ختمی اونجا کنسرواتوری ملی در شعبه ششمقام. آفرین و باعث افتخار شما هم هست که فرزندتون دیگر همین راه رو ادامه میده. اکنون وای دیگر خفا گشتن نمیتوند. خفا گشتن با راه نیست چون که این علاقه پر از همین ششمقام هم بسیار استاد خوبی این آدم مرحوم خدا رحمتش کنه مظفر محیدین استادشان بودن و که بیشتر که با خودی من میگشتین آن چیزی که من میخونم این همه چیزا میخونن و ایمن بیشتر با مقام های میدونن که همین بزرگی زمینه که با مقام های زیادتر ایمن میدونن چون که این کنسرواتور خوند این 5 سال خوند. شما نخوندید؟ من نخوندم. من کنسرواتور من قطعی استادای مقام خوندم. بله. اونو قبلا دانشکده بود نه؟ شما در دانشکده صنعت خوندید؟ من در دانشکده صنعت هم خوندگیم فقط دیگر فاکولته خوندگیم. شما از استادان آموختید؟ من این مقام های این چیزی که میخونم این چیزی که میدونم از استاد بعدی در همین گونه بود استاد شاگردی بود؟ بله بله همون در انسان ششمقام اونجا بودن خیلی بودن احمد بابا قلو بودن برنو عیسا بودن مظفر بودن همه استادا در اونجا بودن عبدالجلیل هاشموف بودن همه همین استادا ما هر اینو یک جهت خوبی یک نقش خوبی داشت یک جهانی دیگر بود جهانی داشت از اینو یک کمک گیریم اگر برای تو بسای سپاس به شما سپاس به شما خسرو و سپاس به مطربان انسامبل ششمقام شهر حصار که امروز با سازهای زیبای خود برنامه ما رو رنگین کردن. با شما برا رو موفقیت میخوام بگذار که با همین گونه سرودهای نو به نو و تازه همیشه دلی مخلصان دلی شنونده ها را شاد گردانید و به انتهای برنامه نیز رسیدیم. چی پیشنهاد میکنید؟ اکنون یک سرود دیگری تیار کردیم این در رویه مقام اسیر زلف ندارد با غزل قصاب. و دوستان عزیز به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم و برنامه ما با یک ترانه زیبایی که از جانب هنرمند مردمی تاجیکستان شمس‌الدین محیدین و خسرو شمس‌الدین اجرا می‌گردد به اتمام میرسد. خیر تا دیدار دیگر. زلف تو
گردم که سر به سر چین است اسیر زلف تو گردم که سر به سر چین است فدایی لعلی لبت میشوم که ناشینم فدایی لعلی لبت میشوم که ناشینم گیره به جبهه زد و فرصداد بر من گفت که این تصنای دل هستی تر ماشینم که این تصنای دل هستی تر ماشینم من از زبان تو دشنام آرزو دارم شنیدم که کلامی شیرین است شنیدم که کلامی شیرین است سرم برید و به دستم داد گفت بیرو جان هیچ توبه نکردی سزای تو این است سری بریده ای خود را گرفتم و گفتم کسی که دل به کسی داد عاقبت این است گلیزی گلشنی رویت نشیدم و مردم گلیزی گلشنی رویت نشیدم
مردم چرا کی پنجه حساب بس که خونینم چرا کی پنجه حساب بس که خونینم